ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 74. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. آن وقتها طبیبان محلی برای بیماری سیل فقط 2 دوا داشتند که یکمش شراب، دویمش سیاحت بود. آن طبیبان بیماری سیل را از دلتنگی و از اندوهگینی دانسته این 2 چیز را که نظر به عقیده آنها وقت خوش کننده آدم بود دوای یگانه می دانستند. پسری اشور بیگ رحمت الله بیگ که با حیرت به مناسبت خدمتش دوست شده بود، بعد از پی بردنش به بیماری او به وی همین دواها را تطبیق کردن خواسته است. هرچند مقصدی طبیبان از شرابی طبیعی می دستی انگوری باشد هم، او به وی به صفتی دوا عرق نوشانده است. این دوا احوال او را بدتر و بیماریش را وزنین تر کرد. بعد از آن رحمت الله بیگ به او دوای دویم سیاحت را تطبیق کردن خواسته. تابستان سال 1902 بعد از موسم بازار پوست در ماه‌های اوگوست او را همراه خود به سیاحت فرغانه برده آورد. البته این دوا هم تأثیر نکرد و بیماری او در زمستان سال 1901 باز هم وزنین تر شد. با وجود این او در زمستان به درس و صحبت‌های ادبی و در تابستان در خدمت بازار پوست دوام نمود. در زمستان سال 1901 او از هر گونه حرکتی بر زیاد از درس روی و ملاقات دوستان باز مانده در حجره‌اش خوابید. مدرسه سوزنگران خردترین و بدترین مدرسه های بخارا بوده. اطرافش را رسته و بازار و سرایهای تجارتی و حوریهای 2 آشیانه چنان احاطه کرده گرفته بودند که همان شمال بدبوی شهری بخارا هم در درون وی نمی وزید. حجره حیرت باشد 2 متر مربع بوده. پایان حجره سیرنم و 1 دره بود. من زندگانی حیرت را در آن حالت در چنین حجره در شرایطی که غیر از چای و نان چیزی خوردنی درست نداشت برای او هلاکت آور دانسته در اندیشه دور و دراز افتادم. اما از طرف خود هیچ امکان نداشتم که به او یاری رسانم. بنابراین این مسئله را در پیش عبدالخلیل مخدوم، احمد جان مخدوم و میرزا عبدالواحد که بعد از قاضی شده رفتن شریف جان مخدوم در مدرسه ملا محمد شریف مستقلانه زندگانی می کرد و همه اینها مانند من به حیرت دوستی نزدیک شده بودند ماندم. از این میانه عبدالخلیل مخدوم همتی کلانی کرد. او همان وقتها در حجرهش 1 پود روغن دنبه، 3 پود برنج و نیمچه 1 کیلو چای داشت. از بس که خانه‌دار بود در حجره کم آش می خورد و حجرهش بالا حجره خوش هوا و در رو بروی حوض غازیان بود.
او حجره را با همه آذوقه اش به من و حیرت سپردن خواست. میرزا عبدالواحد گاها در حجره اش پلوی روغنی کوکناردانگی که به صرف فایده دارد پخته دادنی شد و احمد جان مخدوم که حولیدار بود گاها در حولیش تشبیره و اگرا برین آشهای خمیری پخته آوردن را وعده داد تا که پیوسته پلوخوری به دل بیمار نزند و خودم گوشت هر روزه آشی پلو را که نیمچه بود با 2 نان بازاری متصدی شدم. به همین طریقه ما حیرت را از حجره خودش به حجره عبدالخلیل مخدوم کوچانده آوردیم. از بس که عبدالخلیل مخدوم هم بیماری سیلی داشت و هم مانند صاحب حجره به پیش بیمار آمدن را مناسب نمی دید، به پیش ما هیچ نمی آمدگی شد. من دائمی به خدمت بیمار ماندم و دیگر دوستان هم هر وقت خبرگیران می ایستادند. حتی میرقادر مخدوم هم گاها آمده با سخنهای دیوانوارانه اش بیمار را خندانده می نشست. با تأثیر طعامهای خوب باید باشد بیمار بعد از 2 ماه در حجره عبدالخلیل مخدوم ایستادن خیلی قوت پیدا کرد. حتی در هوسی بزمگردی افتاده بعضی شب با من و دوستان دیگر و بزمهای دایره خبر هم می رفتگی شد. با سر شدن هوای گرم تابستان باز احوال او خیلی بد شد. طاهر جان که هر هفته 1 بار 2 بار آمده او را دیده احوال پرسی کرده می رفت، وزنینی احوال او را دیده به حولیش کوچاندن را مناسب دید، چون که در آن وقتها بیمار تماماً برجا مانده گردیده بیرون برآمده نمی توانستگی شده بود. این مشورت را خود حیرت و دیگران هم قبول کردند. در اولهای ماه ایونی سال 1902 او را به حولیش در گذری عروسان که در وی دادرش مجردانه بی زن زندگانی می کرد کوچاندیم. هر کدام ما هر روز 1 بار آذوقه یا طعامی تیار و یا اینکه یگان شیرینی برده او را حال پرسی کرده می آمدیم. بیمارداری دائمی دادرش بود، اما من و احمد جان مخدوم هر شب با نوبت در پیش بیمار می خوابیدیم، چون که علامتی آخری روزهای زندگی را گذرانیده ایستادنی او به هر کداممان معلوم بود. حیرت در نیمه های ماه ایول در شبی که احمد جان مخدوم در پیش او نوبت دار بود وفات کرد. پگاهانی که من جامشویی سر کرده بودم و می خواستم این کار را بر وقت‌تر تمام کرده و خبرگیری بیمار روم، کسی از گذری او آمده وفاتش را خبر داد. هرچند از حیات او امیدم را کنده باشم هم این خبر به من ناگهانی برین رسید. در همان وقت 1 کرته از آب برآوردم در دستم بود که می خواستم به تار پهن کنم، اما با شنیدن این خبر همان طور کرته در دست دقیقه در حیرت افتاده ماندم که گویا شخ شده بودم. بعد از دقیقه خواص خود را قنداشته جامشویی هایی در آب تر کردم را همان طرز با تغاره به حجره در آورده مانده به طرف حوری حیرت نگاه کرده دویدم و به خانه او رسیدم. من که در وفات پدر و مادرم نگریسته بودم به سر مرده او آواز انداخته با نوحه گریستم و همه دوستان به گریه در آمدند.
جسد او را در بیرونی دروازه تلیپاچ در راهی چاربکر در گورخانه پدر و باباهایش گورانیدیم. بعد از مراسم دفن من راست به حجره خود آمدم و با تأثیر این ماتمی طاقت فرسا چند روز نتوانستم که به کوچه برایم و دوستان را زیارت کنم. شاعران و ادبیات دوستانی جوانی آن زمان بجای اینکه به خانه حیرت روند به حجره من آمده به مناسبت وفات دوستی عزیزم تعزیه بیان می کردند و مرثیه ها نوشته آورده می دادند. میراثی ادبی حیرت. حیرت عادت نداشت که شعرهای خود را به دفتری نوشته ماند. بعضی شعرهایش با دستخط خودش و با خط خودم و میرزا عبدالواحید در بیاض من بوده، پارچه های دیگرش در خانهش در دستی دادرش مانده بود. ما خواستیم که هرچی از وی مانده باشد جمع کرده به دفتری نویسیم، اما دادرش اول به دادن آن شعرها راضی نشد و بعد از آن راضی شد که هر روز یک غزل یا 2 غزل دهد. بعد از آن که ما وی را رونویس کرده گرفته نسخه اصلی را به وی برده دهیم، غزلی دیگر را دهد. غیر از تابع شدن به فکری او چاره دیگری نداشتیم. هر روز من یا احمد جان مخدوم به حوری وی که از جای استقامتی ما قریب 2 کیلومتر می آمد رفته از او 1 غزل یا 2 غزل می آوردیم. میرزا عبدالواحید آن غزل یا غزلها را با خط زیبای خود نوشته می گرفت. همین طرز کرده ما پارچه هایی در دست دادری شاعر مانده را نوشته گرفتیم و چیزهایی را که در دست من بودند نیز میرزا عبدالواحید نوشته گرفت. غزل، قصیده، داستان، قطعه و رباعی همگی 2000 بیت 4000 مصرع شد. میرزا عبدالواحید با خط خود از مجموعه شعرهای حیرت 2 نسخه تیار کرده، یکی را به من داد و دیگری را برای خودش نگاه داشت. بعد از وفات حیرت شهرت او نظر به زمان زندگیش زیادتر شد. در وقت حیاتش او را تنها دوستانش دوست داشته مهد می کرده باشند، بعد از وفاتش هر کسی که به ادبیات اندک علاقمند باشد مداح او شد. از این رغبت عمومی به حیرت پیدا شده امیر عبدالاحد هم که خود را شاعر می تراشید بیرون نماند. او به قاضی کلان بدرالدین فرمود که شعرهای حیرت را یافته به او رساند. قاضی کلان مرا جیغ زده برده طلب نمود که شعرهای حیرت را به او سپارند. من منکر شدم. در دست من شعری حیرت نیست، هرچی از او مانده است در دستی دادرش بود. او به من نداد گفتم. و حالان که دادری حیرت با همان بیماری که از برادرش گرفته بود بعد از 2 ماه وفات کرده بود. من از بیم آن که مبادا حجره ام را آدمان قاضی کلان کافت و کاف کرده آن نسخه را از دستم گیرند، وی را بردن در حولی میرزا عبدالواحید با نسخه او هر دویش را در شیفتی یک مدان تاریک آویخته ماندیم. اما در سال 1918 به مناسبت واقعه کالیسف
وقتی که خانه میرزا عبدالواحد تاراج شد، هر دو نسخه هم تلف گردیدند. حالا یک چند غزل، قصیده، قطعه، ربایی و یک داستان که حیرت با التماس من در سیاحت فرغانه نوشته بود در دست من می باشند و نمونه آنها در صحیفه های 261 271 نمونه ادبیات تاجیک درج شده است. در اینجا من می خواهم که تحقیقاتچیان جوان را از یک مسئله خبردار کرده مانم. وقتی که قاضی کلان با فرمایش امیر در پی یافتن شعرهای حیرت افتاد و چیزی به دست در آوردن نتوانست، از 4 طرف شاعرچه ها و شاعر تراشان برای خوشامد و خدمت قاضی کلان میان بسته بسیار شعرهای پست را با تخلص حیرت به او برده دادند. بنابراین تحقیقاتچیان را لازم است که هر شعری در آخر تخلص حیرت داشته را به هیچ تدقیق از آن حیرت گفته قبول نفرمایند، بلکه هر شعر را اول به شعرهایی که درباره مال حیرت بودن آنها شکی نیست اندازه کرده بینند و بعد از آن به یک قرار آیند. من در اینجا یک مسدس حیرت را که در آخری عمرش نوشته است و می توان گفت که آن خلاصه شرح احوال پرملال او می باشد، به طرز نمونه قید می کنم. مسدس. چی مضطرم که ز غم لحظه فراغ ندارم، نباشدم به دل از گوشه‌ای که داغ ندارم، برای مطلبی عیش و خوشی سراغ ندارم، به کف ز دوری شرابی طرب ایاغ ندارم، چنان فسرده دماغم که میلی باغ ندارم، به حد آن که گلی بو کنم دماغ ندارم، به دهر آنقدر از وضع روزگار غمینم که تیری درد و ستم را ز هر کنار کمینم، فرو گرفته هجوم علم یسار و یمینم، عذاری شاهدی مقصد به هیچ بار نبینم، اگر بروزی پریشانیم نزار و حزینم، اگر شبی غمی هجرانیم چراغ ندارم، مرا که ساغری عیش از کفی مراد نگون شد، ولی به محفل منای دل به گردشی خون شد، ز غصه روز بروزم چو برفزود و فزون شد، نبود اگرچه دلی زار خون تمام کنون شد، هوای و شوقی سر و دل به خاک رفت و برون شد، کنون سری و هوای دلی و داغ ندارم. چی می کنی به هوس جستجوی پرسشی حالم، چی می روی رهی دردی سری جواب و سوالم، چنان گداخته حال از فلک به نحس و بالم، تنی ز غصه نزارم
قد ز درد هلالم. دماغ سوخت به هجرم، دلاب شد ز ملالم. از آن به سعی نشاط دل و دماغ ندارم. به ظلم چرخی جفاجو ز جور دوری ستمگر. به رنج و درد چو حیرت شکسته بالم و مضطر. دلم ز حادثه در قید کلفت است مقدر. غمم چو قافیه در بند محنت است مکرر. ز بخت تیره چو مرغی شکسته بالم و بی پر. که آشیانی طلب جز به پر زاغ ندارم. من در اینجا برای نشان دادن این که شعرشناسانی رسمی خالیس و بی‌طرفی آن زمان در حق حیرت چی عقیده داشتند، پارچه ای را از تذکیره صدر ضیا که بعد از وفات حیرت درباره او از طرف مؤلف کتابی مذکور نوشته شده است به طرز مثال آوردن می‌خواهم به طریقه انتخاب. جوانی خردمندی نیکو نهاد، چونو مادری دهر هرگز نزاد. بنایی سخن راست رکنی تمام، یکی صادق القول صدیق نام. به حیرت فرو رفت خلقی از او، ورا حیرت آمد لقب بهر او. سخنهای او بس که شد دلپذیر، ستایش کند هر کسی ناگزیر. کمندی خیالش چنان بود رسا، که صید معانی نمی شد رها. به طرزی نوی نکته پرداز شد، چو بلبل نواسنج این ساز شد. بدان سان که در بدو رشد و تمیز، نماندش ز فضل و هنر هیچ چیز. که منشوری ادراکی او بر نخواند، ندانسته یک چیز از وی نماند. زبردستی میدان دانشوری، ولی بود از عجب و نحوت بری. همیشه به عینی و منظم به هم، بودندی به شادی و با هم به هم. چو حیرت گذر کرد از روزگار، ز هجرش رفیقان گریستند زار. در این باب عینی بسد پیچ و تاب، چو ماهی که مهجور ماند ز آب. به تاریخ فوتش غمین و حزین، دو سی بیت گفته چو دری ثمین. جزئیاتی گزارشی احوال حیرت در آینده یادداشت‌ها به هر مناسبت یادآوری کرده خواهد شد.
میکروب‌های آدم شکل. بعد از وبای آخرینی که در سال 1893 در بخارا روی داده بود، هرچند دیگر وبای عمومی و بیماری گذرنده خوفناک پیدا نشده باشد هم، شهر و اطراف نزدیک آن در تابستانها هیچگاه از بیماری‌های بسیار روی دهنده و از موراموری‌های برزیاد خالی نبودند. این حال از نظر دقت عالمان طبی روس پنهان نماند و در تابستان سال 1895 یک کمیسیه مخصوص از پیتربورگ آمد که در هیئت وی دانشمندان میکروب شناس و متخصصان بزرگی علم طب زمانی در آمده بودند. این کمیسیه اول شهر و اطراف آن را گردش کرده همه جا را دید. کوشش خانه ها، کول ها، آبریز ها، آبگریز ها، حوض ها، رود و جوی ها، اینچنین آشخانه های بازاری، نخود پزی ها، ماهی پزی ها، کله پزی ها، کباب پزی ها، هم ظرف ها و کارهای کسانی را که طعام های گرم تیار را در لگن و لعلی ها گرفته در سری راه های عمومی نشسته می فروختند از نظر گذرانید. کمیسیه به حکومت امیر مراجعت نموده برای برطرف کردن بیماری و موراموری مردمی شهر، برهم دادن و از سری نو تشکیل کردن هر کار و هر چیزی را که به پاکیزگی و نگاهداری تندرستی زید باشد طلب نمود. چنانچه تازه کردن رود، جویها، حوضها و آبریز و آبگریزها، خشکانیدن کولها، کافتن زهکشها، از شهر برآوردن کوششخانه های حیوانات، تازه کردن آشخانه ها، منع کردن طعام فروشی های سری راهی و دیگرها را به پیش حکومت امیر وظیفه اولین و ناگزیر کرده ماند. عادت حکومت امیر این بود که برای اجرای هر کاری نوی که از طرف روس‌ها تکلیف شود و برای به عمل آوردن آن کار خراجات و تشویش بسیار لازم باشد، رخصت علمای متعصب خود را لازم می شمرد. طبیعی است که آنها به هر چیزی نو مقابل بودند و رخصت نمی دادند که به عمل برآید. در مورد شهر تازه کنی هم حکومت رضا و فتوای علما را لازم شمرد. کمیسیه این جواب را شنیده خواست که خودش علمای بخارا را با دلیل‌های فنی قناعت حاصل کناند که این احوال شهر باعث بیماری هلاکت آور است. بنابراین در بیمارخانه شهر یک لابراتوری تشکیل کرده آبهای رود، جوی، حوض، کول، طعامهای آشخانه ها، خونهای کوششخانه و مانند اینها را آورده تحلیل کرد و از حکومت التماس نمود که یک گروه عالمان دانشمندی شهر را فرستاند تا که به واسطه میکروسکوپ جاندارهای بیماری پیدا کننده را با چشم خود دیده و تازه کردن شهر رخصت دهند. کمیسیه در هیئت دانشمندان بخارایی بودن احمد مخدوم دانش، قاری عبدالمجید ذوفنون و دام الله اکرام چراکی آوازه دانش آنها به گوش عالمان روس هم رسیده بود لازم دانست. شما گفتار 74 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.